استاد جان در آخرت مثل همین دنیا مهر بین پدر و مادر و فرزند هست یا نه؟ البته هست. وقتی خدای مهربان شما را داخل جنت کرد، شما حتما پدرهاتون را میبینین، مادرهاتون را میبینین، فرزنداتون را میبینین. همون مهر، همون محبتی که مقصد داشتین همه برقراره. بین شما رفت و آمده، بین شما نشست و خیزه، همه اینها در آخرت برقرار و بردوامه. برادر عزیز، سلام علیکم برادرها. برادر شرکت شفافرما مراجعه دارم. میدونم پس این پیروز برادر ما که خنک دارن گردش خونه تیز میکنه، حوصله را بلند میکنه، خودی منی را بلند میکنه، دمانی اگون میکرد سر میکرد منی اگون میکنه. همچنین برادرها آدمایی که پیشا و همشون میتونه به نماز میکنن، به حج یاردن میکنن، دنیا میکنن. این دور در کارش مولا برادرها و همه برادرها کدمی را در کار شد زنگ زنی و کس کنه اومد رمضان تحقیق به حد خوب داریم. سوال دیگر، بابا جان مادری که فرزندش را دهان گفته حقارت میکند، شما چی میگویید؟ حق دیگر خدای مهربان پرده کند مادر و پدرهایی را که فرزندا را حقارت گفته این برادر ما از دهان حقارت میکنند. دادرای عزیز دیگر شما در عوض این خیل پدر و مادر غمگین نباشین. همون میگه آدم که ای 40 گذشت، وقتی میبینی که در او یگان بهبودی نیست، دیگر اگه دوام عمرش خدا میدانه که او خوب میشوه یا نمیشوه. برای همین شما برادرای عزیز رنگ پدر و مادرتان نشین. شما همین کاری بده که از اوها دیدین، نفرتتان که آمده، خوش به حالتان، خوش به حالتان که شما همین کردار بدی اونها را درک کردین که همین کردار همین کردار بد بده. شما دادرای عزیز اهمیت چون نتین، بگذار حقارت کردن گیرد. شما همین قگوین که حیف بر همون نام زیبای پدر و حیف بر نام همون زیبای مادر که شما همین نام صاحب اینو حیف شده است همین نام در شما. زیرا پدر و مادر این حقوق ندارند و این معامله را در نسبت فرزند ندارند. دیگه از این زیاد نگیم برادر عزیز، لازم هم نیست. خداتون اصلاح کنین، خداتون درست شین، انشاءالله دیگر خوب میشه همش. خب برای چی زنها در وقت نماز اذان نمیگویند؟ زیرا که در شریعت برای زنها برادر عزیز اذان، اقامه گفتن اینها نآمده است. یعنی فرق نماز زن هم از مرد در همینه که اونها اذان و اقامه نمیگن برادر عزیز. یعنی زن باید نه اذان گوید نه اقامه گوید. همین راست و میان نیت میکنن رفتن میگیرن. چیزی را که شریعت معین کردگی است، بین نه تنها اذان، مثلا نماز جماعت با گردنشون مثال چخیلی که در گردن ما و شما سنت مؤکده، در گردن یا سنت مؤکده نیست. همچنان نماز جمعه، خب همچنان نماز جنازه، همینا در گردن زن آمده است. به این خاطر چیزی که شریعت معین کرده است از همون زیاد دیگر اینها کاری کردن نمیتونن. بابای حاجی در وقتی زمین لرزه در مسجد در نماز باشی، همانجا از دنیا گذری حکم شهید را میگیری یا نه؟ یعنی اگر به شرطی که در نماز بودین که مسجد در بالاتون چپه شید، خود زمین لرزه بود خود زمین لرزه نبود، وقتی شما زیر خاک موندین و دیوار موندین و ای دنیا گذشتین، شما حتما درجه شهادت میبرید. اگر در مسجد هم نه، در همین خانت هم خواب هم باشی، همون امارت در بالا چپه هم شود، تو شهید گذشتگی. یعنی همون شهیدهایی که گفتیم 5 نوع شهید، یک تاش همون کسی که زیر همین خاک دیوال و زیر امارت میمونن. استاد جان جنازه پیغمبرمان را کی خوانده است؟
برادرای عزیز، پیامبر نازنین مونه جنازش ده هیچ کس امام شدن ده حق نداره. پیامبر این خود امام هست، این خود پیشوا هست. برای اینها برادرای عزیز هیچ کس امام نمی شود. وقتی که حضرت که ای دنیا گذشتن، مردم چیکار کردن؟ مردم آمده 10 کس هر کی نماز جنازه را خودش به خودش نیت میکنه، جنازه حضرت هم میخونه و میبروید. یعنی تمامی همون اصحاب پیامبر 10 نفر آمدن در خانه پیامبر که خانه عایشه مادرمون بود، خانه پیامبرمون بود. همونجا که جان سپاریدن همونجا گفتن مرا دفن کنید و در همون خانه در آمده 10 کس نماز جنازه را خودشان هر کی به خودش نیت میکرد و میخوند و میبرامد میرفت. هیچ کس یعنی امام علاهیده برای پیامبر نبود. برادر عزیز، ما در سنگتوده کار میکنیم، 15 روز در خانه ما، 15 روز در کار. در همین حالت چگونه نماز خوانیم؟ یعنی نماز قصر برادر عزیز، وقتی که ما تا 15 روز نیت کنیم، اگر جای میریم که نیت 15 روزه باشد ما مسافریم، یعنی نمازامون کوتاه کرده میخوانیم. 4 رکعت فرضه 2 رکعت میخوانیم. لیکن نیت مونای 15 زیاد باشد، انا که وقتی در همون مکانی که رسیدیم بعد نمازها را برادر عزیز پره میخوانیم. من در مهاجرتم، پدرم از دنیا گذشت. من از سبب راه ها محکم بودند رفتن نتونستم. آیا گناهگار شدم؟ برادر عزیز، هر کسی که در کجایی که باشید، اگر شما مبادایی که مرگ پدر و مادرتون دریاب نکردین، شما یگان گناهگاری در پیش الله مهربان ندارین. یگان گناهگاری ندارین. اگر در پیشش باشی و وقتی دلش ایتو ناراضی باشد، این بدتره برادر عزیز. من دورم که باشم، وقتی دل پدرم دل مادرم از من خرسنده، یعنی در حالت مرگ دریابم که نکرده باشم، جنازش دریابم که نکرده باشم، انشاءالله یگان گناهی ندارد، زیرا پدر از من راضی بود. اگرچه با شما عذر دارین که شما راهاتون بند بود، اگر در همین خود شهرم باشیم، بگذار مثال یک بازار میریم تا میم که مادرمون یا پدرمون ناگهان دنیا گذشته، پس چی ما گناهگاریم؟ نه، فقط راضیگی پدر و مادر را دریاب کن در کار. حالت مرگش اگر بدانی و باشی و بالا که سرش ده کلمهش بگوی، یاسین بخوانی، این نور بالای نور. لیکن اگر مبادایی که یکی کار می افته، یا سفری می شود، یا ضرورتی می شود، اینجا رازگیش ای همه مهمه. دیگه شرکت نکردنت یا دریاب نکردنت برای تو یگان گناه پیش الله مهربان ندارد. استاد می گفتید که حضرت مریم مادر حضرت عیسی و بیبی رابیه پیغمبر بودن؟ نه برادر عزیز، از اول دنیا تا پیغمبر آخر زمان که پیغمبر خودمان است، هیچ زن پیغمبر شدگی نیست. یعنی اینها زنهایی بودن که این مادر پیغمبر بود و اینش بیبی رابیه بهترین زنی بسیار پاک دامن، زنی با خدا نزدیک، زنی از خدا میترسیدگی بودن. لیکن اینها پیامبر نبودن برادر عزیز. بابا جان در خواب خودت را مثل سگ بینی چی معنی دارد؟ من تعبیر خواب نمیکنم برادران. یعنی تعبیر خواب به خودش علم دارد، من تعبیر کردن نمیتونم. استاد جان در آخرت مثل همین دنیا مهر بین پدر و مادر و فرزند هست یا نه؟ البته هست. وقتی خدای مهربان شما را داخل جنت کرد، شما حتما پدرهاتون را میبینین، مادرهاتون را میبینین، فرزنداتون را میبینین،
همون مهر همون محبتی که مقصد داشتین همه برقرار بین شما رفت و آمده بین شما نشست و خیزه همه اینها در آخرت برقرار و بردوام برادر عزیز.